سلام علیکم، چطورین؟ من میخوام برم اکسیدا، با من حاضر بشین بریم اکسیدا. حالا اکسیدا چیه؟ برای افرادی که دندون پزشکی نیستن. اکسیدا یک نمایشگاه دندون پزشکیه که هر سال برگزار میشه و شرکت های مختلف که ابزار و تجهیزات و چه میدونم همه چی، مواد و هرچی دارن میان اونجا غرفه میگیرن و مثلا اساتید میان کارگاه و کلاس و اینا میذارن. کلا راجع به همه چیز دندون پزشکیه و خب چندین ساله که دیگه از کار کرده نمایشگاه و علم و دانش و خرید و ایناها خارج شده و معروف شده به فشن شو دندون پزشکی. همه خوش تیپ میکنن، خوشگل میکنن، میان اونجا چیک و پیک را میرن و ایناها و خب مثلا هدف همینه که همدیگه رو ببینیم. امسال اولین سالیه که من دارم میرم اکسیدا، تا حالا نرفتم، حتی تا امسال نرفته بودم، اگر دیروز عصر رفتم. من در واقع واسه امروز برنامه‌ریزی کرده بودم که برم، یه سری از دوستام از مشهد اومدن میخوام ببینمشون، اونجا هستن، یه سری از بلاگرها و اینا رو میخوام ببینم، چند تا از فالوورها پیام دادن گفتن مثلا اکسیدا میان. دیروز رفتم مثلا 1-2 ساعت اونجا بودیم، کلا خسته و کوفته مستقیم از دانشگاه رفتم. اومدم یه لباسی عوض کردم، کفش تق‌تقی پوشیدم و رفتم. من لوازم آرایش‌ها رو گذاشتم اینستاگرام، گفتم هر کی میخواد اسکرین شات بگیره، ولی بازم اینجا معرفی میکنم. پرایمر ایزادورا، بیبی کریم گارنیه، از این پلت سایه زیبا و ارزانم، مارکش چیه؟ فراس. من اینو توی ویدیوی چیز خریدمش، گیشاگردی با نیلوفر. اونجا گفتم من دنبال یک پلتم که رنگای شاد و عجیب غریب داشته باشه، چون که میخوام رو صورتم نقاشی بکشم و چون که نقاشی بود میخواستم راحت به عنوان آبرنگ و اینا استفاده کنم. پیگمنتش برام صرفا مهم بود و اینجوری بودم که کیفیت زیاد برام اهمیت نداره، رفتم یه چیز ارزون خریدم. بعد اومدم خونه، اومدم خوابگاه، گفتم بذار چک بکنم ببینم حالا اصل فیک چجوری. بارکدش رو زدم، اصل بود، یه شرکت چینیه و صرفا به خاطر که معروف نیست ارزونه و پیگمنتش عالیه. اون خط چشمای صورتی بنفشینایی که میبینین واسه بخش اطفال میزنم همه با همینه. این رنگای صورتی و نودش هم من زیاد استفاده میکنم، میبینین این دیگه تنها رنگشه که داره تموم میشه. با این یکم از این دوست بزنیم تا آخر ویدیو با من همراه باشین. خریدایی که دیروز از اکسیدا کردم هم بهتون نشون میدم. این خط چشم یوبه و اینم کانسیلر گابرینی. ریمل گابرینی، ریمل ابروی دیفکتور، صابون ابرو البته اینجوری و همین سایه مشکی یه کوچولو توی ابروم میکنم. بعد با یه برش دیگه کانتورم کانسیلر
دارم روژگونه که من باز دوباره از این صورتی استفاده میکنم. بچه این رژ لب رو رفتم قیمت کردم بخرم 450. نه مرسی. بچه جون اینم از استایل نهایی و اینم از قیافه نهایی. بریم دیگه. خدافظ. سلام علیکم. سلام علیکم. در خدمت آقای دکتر هستم. خدمت از این ویدیو دیگه میره یوتیوب؟ آره. این دیگه خانت کاکتل افتخار دادن در کنگره ایران مال اکسیدا همراهی می‌کردن. بالاخره آقای دکتر از مشهد زحمت کشیدن این همه راه تشریف آوردن. خریدار رو نشون. اوه بیا آنباکس کنیم. آنباکسینگ. نه. اختاپوس هم شامل میشه؟ آره اختاپوس کوبالت هم نشون بدید. اختاپوس کوبالت هم نشون. من دیگه کل کنگره رو خریدم میخوام. آره اصلا گردش مالی اکسیدا رو به غرفه‌های اون ناحیه رو همه رو خریدم. آره ارسلان اینجوری بودش که میومد گفت اینا همش چند. این گردی وقتی میافتی اینجوری میشه یاد به هیچ نمیتونی برسی. الانم تموم شده و منتظر ساعت هم داره میافته. اتفاقی ساعت هم داره میافته تو فیلمه. چرا میخندی؟ ساعت چیه آقای دکتر؟ چش منو گرفت. نه چیز نشه ریا نشه. خوشم نمیاد. ارسلان استاد المپیاد من بود. اولین استاد المپیاد من. کسی که باعث شد من المپیادی بشم، اصلا به شیمی علاقه‌مند بشم با تدریس خفنش. شما همیشه لطف داری، همیشه لطف داشتی، واقعا اینطوری حقیقت خودت زحمت کشیدی از این حرف. آره. خب من از اکسیدا برگشتم، برگشتم خوابگاه. خیلی طول کشید برگشتنم، مثلا اصلا ترتیب پیدا نمیشد. اومدم واسهتون آنباکس کنم چیزایی که خریدم و خریدهای بسیار زیاد و فراوانم. خریدم زیاد نیستم ولی گوگولی اندازم. اول با خریدهای دیروز شروع میکنم. کلاهی که روش پر دندونه، صورتی هم هست. بعد این زیر موهام بسته میشه. و یه چیز نازل دیگه خریدم، باز هم صورتی، از اینان که میزنی رو پوشه. حس میکنم که نور برای نشون دادن زیبایی هاش بده. اینا همه به خاطر بیماری اطفالمه. من خودم از این چیزا اصلا خوشم نمیاد، میخوام اونا سرگرم شم. اینو دم پله برقی تبلیغاتی دادن بهم. توش 2 تا آینه است که یکیش آینه خوبه، یکیش آینه به درد نخور، یکیش یه بار مصرفه، یکیش آینه خوبه. اصلا من به هدف خرید نرفته بودم، به خاطر اینکه لیست خرید نداشتم و اگه لیست خرید نداشته باشی و بری اونجا و یهو بخوای خرید بکنی، اون خرید احتمالش خیلی زیاده که غیر منطقی باشه و بعدم پشیمون بشی. اینا رو دوست دارم. 2 تا مسواک هواپیمایی برای داداشم و پسر خالم. بعد از این چسبونکیا داره، از اینا، و از هواپیماش میتونی بزنی مثلا به دیوار، چون که بالاخره به عنوان دندان پزشک خانواده باید بچه ها رو به مسواک زدن و اینا تشویق کنن. از کوبالت این تنها خرید جدیم. لیکوید دم خریدم، رنگ بنفشش هم خریدم برای بیمارایی که ایزولیشنشون سخته لازم میشه. و این رو به هم دادن. کوبالت کلا نمادش چون اختاپوسه. من الان ناراحتم. خریدای دندون پزشکانم تموم شد به نظر. آره یه چیز دیگه هم دارم، میتونیم با هم آنباکس کنیم چون که هنوز آنباکسش نکردم. مثلا این بستم الان رسیده. چقدر نرمه. آره اینجوری از اینا که
مثلا شونش اینجاست. خیلی خنکه. وای خوشحالم. و میخوام اینو بهتون نشون بدم، اینا رو باز نمی‌کنم. یه عالمه خرید واسه داداشم کردم، داداشم و پسر خالم. من نوه بزرگم بچه‌ها. این برای پسر خالمه. تخت بازی سرزمین دایناسور هاست. رد سنیش 4 تا 8 ساله. پسر خاله منم 6 سالشه. بعد پسر خاله من خیلی به دایناسور از بچگیش علاقه داشت و مثلا اسمشون رو بلد بود. هر جا میرفت مثلا این تیرکسه، این فلانه، پارک دایناسور رفته بود و اینها. و این اینطوریه که مثلا اینو میگه مثلا تیرانوزاروس رکس، بعد گفته چیه و شکلشو گذاشته و مثلا اینجا یک پروژه‌ای داده بهش که مثلا 5 ستاره دیگه در آسمان بکشید، 3 تا تفاوت این مگاراپتوران های بنفش رو پیدا کنید، یک آتلاسکوپ. این برای داداشمه. مهارت های پیش از دبستان اسمشه، فکر نکنید پیش دبستانیه، مال بالای 3 ساله. البته جلدهای دیگهش بزرگترانه بوده، یعنی مثلا برای 6 سال نبود، ولی این برای افراد کوچکتره مثل داداش من. ببینین چقدر ساده است. اینو به اون وصل کن، اینو به اون وصل کن. بعد وایت بوردیه، با ماژیک میتونی چیز کنی. بعد مثلا اینجا گفته ریشو سیبیل بکش برای این آقاه، چه میدونم، از قرمز تا آبی خط بکش. خلاصه چیز باحالیه. حس میکنم که باید این یک ولاگ جدا بشه. آره. این 40 عدد کارت بازی فکری حافظه با دایناسورها، آشنایی با دایناسورها. 4 سال به بالاست. این از این کتاب هاست که تو هر صفحش 8 تا پنجره وجود داره. مثلا سوال رو جواب میدی، بعد اون پنجره ها رو میخوابونی روی سوال که ببینی جواب درست بوده یا نه. 18 صفحه مقوایی ضخیم. من اینو یادمه برای داداشم خریدم، نمیدونم اون کارت چیه. اون فکر کنم برای پسر خالم خریدمش، اصلا یادم نمیاد که من چنین چیزی خریده باشم، ولی به هر حال این دومینوی دایناسوریه و به نظرم داداشم خوشش میاد. پازل پرنده ها که باید اینجوری بچین پرنده ها رو. همینم. مرسی که با من همراه بودید. دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب و کامنت و اینا یادتون نره و خدا